روز عاشورا و تدابیر شدید امنیتی در شهر کابل. برای تامین امنیت این مراسم برخی از جوانان شیعه مشترکاً با نیروهای امنیتی افغان تدابیر گرفتند، اما به دلیل نگرانی های امنیتی برای ما اجازه داخل شدن به تکیه خانه ها را ندادند. امنیت ما فضل خدا از نیروهای امنیتی، کشف، جنایی، استخبارات، اوزید دوام پلیس، عسکرای ما خدمت میکنن شب و روز اینجا، بیچاره خوف ندارن، خیلی کوشش میکنن. بازم امنیت ما بسیار خوب است فضل خدا. این از تنها از شیعه نیست، از تمام مسلمانان جهان است، حتی شیعه و سنی عزادار هستند، عزاداری هم میکنن. قماندان امنیتی کابل میگوید که برای تامین امنیت 100 مسجد و تکیه خانه حدود 500 تن از جوانان را مسلح کردند. این در حالی است که در این اواخر حملات گروه دولت اسلامی یا داعش بالای شیعه های افغانستان افزایش داشته است که در آخرین مورد این گروه بالای کلب پهلوانی میوند در غرب کابل حمله کردند که در آن 26 تن کشته و بیش از 90 تن دیگر زخم برداشتند. از 10 ماه محرم یا روز عاشورا هر سال با مراسم ویژه عزاداری و خیرات بزرگداشت می شود. در این روز حضرت امام حسین نواسی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با یارانش در دشت کربلای عراق از سوی لشکر یزید به شهادت رسیدند.